وقتی جوان میگه استغفر الله عرش خدا میلرزد. وقتی جوان میگه استغفر الله فرشتگان الله شاد میشه. وقتی یک پدر موی سفیدی که گناه کرده یک بار میگه استغفر الله، الله میگوید نگران نباش بندم تو را میبخشم. وقتی یک خواهر بی حجاب میگه استغفر الله توبه کردم، الله او را در آغوش رحمت میگیره. عذب شیطانک بالاستغفار، شیطان خود را به استغفار خود عذاب بکن. چرا؟ لأن لم يعذب من لم يعذب شیطانه فی الدنیا، کسی که شیطان خود را در دنیا ناکام نمی کند، کسی که شیطان خود را در دنیا عذاب نمی کند، کان الشیطان سببا لتعذیبه فی الاخره، شیطان در روز قیامت و سبب گناهانی که سر خواهر مسلمان و برادر مسلمان انجام داده این برادر و خواهر را به عذاب می اندازه. بیاییم عزیزان من قدر وقت خود را بدانیم که ما فعلا وقت داریم. وقتی اسرائیل آمده که فرصت برای باقی نمیمانه.